نه گریه نکنیم بریاز خدا گریه نکنیم خود میفهمی صد غم داره خود چکار کنیم من چالی چی آده من میته مریض شدم دیگه نه سعی کنیم چی میگم به شما حالا چیکار کنیم من خشوار زنگ میزنم میرم به در سرای اونو برف نمیکنم نمیبرم این بوم به ایران حالا چاری چی یک رای بستن جناب کنیم بدست نکنی یک عدی سر و بسی سر با شما برام میکار بکنم شما کمردیم بدست این فرسان کنیم باید که مسلمان بیدا شد بعد هرچی خواهم خیش بود بچی کاکا بچی مو بچی همه بچی خاله برفتم بعد میگه ما کار داریم یکی میگه من نمیتونم یکی دیگه خود نمیریزم اما چه کار کنم دیگه اینا همینجوری خود امتحان کردم پیشو بفهمیدی خود ما نشون دادن امروز میگه مشکل از من سوال از تو نه برم که با سر بیار کنم که خواهد خبر بگیری با گیلا که تو که بیامدی مزنم بیادم چای چرا بیامدی چی؟ کی بگم مثل بالا سر بابا دیگه با سر بیار که کی بگم چی بگم آخی ورسدیم به چی همه من بیام گفتم چیز کن یک همه نقصه به طول نداره طوله رو بردشی ببینی بیلو 300 دیشب دیدی انه گفتم میشه ما برم طوله هم بستانم بیارم میگن که بباریم به پاکستان بباریم میباریم به پاکستان 100 دفعه میباریم میگن به ایران گیر نکنه نباره خب نه خزی برای پیش حالا سعی کن دکتر چی میگه؟ سعی کنیم بچه کاکاشم چی میگه برای گپ زنیم خودی بگیم این کاکاشم و شما بسر شما قرار داره بیه من داره میبیر بباریم خیلی باشه خوب روز اگه ما احتیاج به مردم سوار از این مردم ما احتیاج میشه این مشکل نداره دفعه پیدا میشه که با ما بباره یا به ایران یا پاکستان ایران میگم نمایه دکتر چی بگن دیگه من جگا میباره پاکستان میگم پاکستان ایران یلا کدر ایران تیم اکسر پیرت ایران میگی به چی کوکو به چی ماما به چی خاله هیچ کدوم به درد نمیخورم هیچ کدوم وقتی خدا مهربانه به خیر پوشی پیرم تیار شم یک کدوم رو ببینم که بیام دیدم پیرم در سرای برای نوا نمیکنم بفهمیدی میگه امروز اگه مشکل از مونه سبا مشکل از شمانه مشکل چی؟ همین که نمیگم میگه امروز اگه مشکل ما داره سبا مشکل از شمانه گیلا تو یک کار کنی من بیشی گفت زدم خواهد اینا ایتا نمیشه برو به در سرا کچیر اینا برو به در سرا نورالله اینا برو به در سرا ماماشارگل اینا برای اینا بگو گیلا بگو بیا این پیرمتون پاکستان ببرید میفهمی بگو من نمیتونم ساده عباس هم خورده نور آل دستاین و سرگوش اینا رو واکو بفهمون بگو امروز اگه این مشکلات ما داریم سوار از این مشکلات به سر شمانه مردم میفهمم که این مشکلات این رو به سر مانه سوال به سر از اینوه مردم میگم البا ما سال به 12 و سال به 13 و تیاره بگو خوبه بگو امروز من به تو به من و اگه گفته پاسپورت نداره تو بگو به نظر که چی میگه دیگه خوبه بعد اینا بفهم میگم بابا من که پاسپورت دارم که تو نداشته باشی به خاکی مریض داشته باشه خلاص خوبه یک داشته باشه منطقه خب بگم این رو مشکلات اصلا ما سمت میتونه اینجا کاری بزن اونا گریه هم باشو چه؟ میتونه اینجا گریه هم باشو گیلا که دل نبوس نه گریه کنی تو بیتر دل نبوس دل نبوس برو خوبه باشه اگه فعباس به کجای بگو شفاقانه بالا سر پیار منه خوبه نه زودی بیا تو چای هم دم بکن میرم بابا من برگه بخورم چای هم چگار کنم بزید نه با ساعت دیگه کردن توی به درس راه نبود دیگه و تا غلط مگر و من غلط بعد به سر زمینو خونم بعد زمینا یا نه بابا سوال یکی رسالانی هم سر زمینو یا به سر خرمان جلو تو که به سر زمینا بدم سر زمینا یا به سر دری هم یا به سر خرمان برو عادی مقبول به اینو بگو سر الواقع است بالکن بیا خیلی باشه نه من میشه فخونه میره که لکه مال گفت کلی مثل که کلی بکار شده برو نه بخی برو بلکه با تناب خدا گیلگی که پیدا کنیم که حتی بکنیم سر خواب حالا به خودم کوشش کنیم ماما جان سلام علیکم اشکنیم ماما خوب خیلیت خیلی سلامت زنده باشین سلامت باشین ماما جان جان برادرم عباس به شما سلام میگفت مادر من به شما سلام میگفتم علیکم سلام انا گفتم که می پیار ما به شفاخانه هم
انا دکترها گفتن که ببریم به چیز ببریم. خواهی گریه نکن گپ خود بگو. ماما گپ خود بگو. بابا اگه پاسپورت داریم یک بیار ببریم شما همسایه منی ببریم به پاکستان ببریم. ای ماما تو گپایی میزنی. من بیکارم که پیاتر به پاکستان ببرم. اما قدر دسته دارم که پام قلم شد آیاد من میره نمیفهمون. من کار خیلی دارم نمیرسم پیارمه. چی کار داره ماما؟ سرام اون جیله، خرمنام اون جیله، گوام اون جیله، همه ایله کسی نیه که همه جمع دونه رو بخوره. شما میتونید چوب کنی یک دقیقه دست کنیم امیت بگیریم. آنه ماما جان شما نمیفهمید که همین امروز همین مشکل به سر مانه. صبح روز بازی به سر شما نه. همین مریضداری با به سر شما میشه. باید ما به شما نخوریم. ما اگه برات تو آمدم اصلا به دردم نخور. شما میره قدم شایی؟ ما همین رقم درد سر خود ما خیلی داریم. برو ماما برو به دیگه کسی ببین که فارغ باشه مشکل نداشته باشه. برو قوم خشک خیلی داری برو ببره. ما کار دارم من میرم که به سرا نمیریم. صبح روز با به سر شما میایه. خب اگه اما تو نکنی کاره. ولی یک قویل خب ماما شاگرد خیلی نمیری هرچی میری خب ماما شاگرد بفهمیدی؟ خیلی پیش نرو برو بلکه شفتال میخوری میترقی. رمضان گیلخ رمضان اشتنی جان اشتنی برو اختیاری جلستی جانجور خیراته جانجوره چی پایه؟ گسلگه شیریه شما نه؟ اشته گسلگه مقبولیه آمادگی نو به دنیا آمادگی لگ جان. چند روزیه؟ 10 روزه. 10 روزه؟ چند وقت از مکلون تره؟ این دیگه خودتره از تو 2 شب و 2 روز. یعنی 2 شب و 2 روز از من خودتره؟ اگه خودی شبا حساب کنی 40 سال از تو خودتره که جی 40 سال؟ یعنی حال میفهمه که من 40 سال از این کلانترم. دیگه چند روز دیگه هم تیز میفهمه. هوشیار میشه مثلا. کم عقل کمال از تو بیشتر میشه. نه بابا. کجا بود یالا کرد از این؟ رمضان. خدا هم یک لطفی بکو پاسپورت داری؟ پاسپورت دارم هم یک کاری بکو که همین پیار من ناجورم من گفتم من همین بیا یعنی برداری ببری با پاکستان ببری خاطری که انا چیز ما نمیتونیم برای مثلا چه کار میشه انا خیر بینی. من پیار تو بیام به پاکستان ببرم. دیگه آدم ور افتاده. دیگه ما هم تو خیال آدم میکردیم گفتیم چی کنیم. راست میگی نه تو خود خوره که خیال آدم میکنی بس گیلک جو به خدا به تعمی سرها گیلک یک سر دارم 1000 سودا ایت قبول که گاهی وقتا حیات میره که چند علفی میگه و گوسفند خوب برم نمیشه برانه ما مشکلات داره به سر ما شما صبح به سر شما نه خب میفهم خدای پاک به دشمن سر ما تو نجوری نشون نده منتها حال وقت درو دستای وقت عمه خدا بیامرز اول اله قرب شاد چرا این طرف چی رقم همسایی؟ گیلک همسایه خور نمیبره مگر بیکار باشه که ببره با پاکستان نوالا شهلی ما برو تا پل سکو همه کدیشته که گندما لط چو پل گندم همه شهلی بکارم با خاک کسی برو به سر من اشتباه به سر شما تو به قصی از او گم نباش سکو گیلک جو وقتی که شما ناجور داریم همسایه نمیایه همسایه خور نمیبره با پاکستان پولتون هم میده خرجتون هم میده من میفهم که خرجمان میدین سکو تو حداقل یک قوم خویشی دوماتو یا کاکاتو یا شو عمتو یا شو خالتو دومات بابو برای همه پولت نمیر خب تو همیتونه دیگه اصلا بس شما قومی خلطین گوش که به تو چی میگم یک دوست آشنا نزدیکی پیدا کنه دوست آشنا نزدیک می دومات من این همه تکچوری نیه دبیه بچه خاله بچه کاکا بچه ماما کاکا شو عمه شو بچه خاله من که کجیره خاصه کجیره به چی لاده نمیفهمه همه برم پیچ کجیرم بگم مگر برم پیچ کجی دومات من که دبیه همه پولار گمرک میکنه شما ها به دل دیانت خواهی تا کج مگه کج نباشیم اون ناجور مگر یکی بر داره ببره
تداوی کنه کدو همسایه میای حال وقت داره و دستای سه خودم بیعقلیه امیز فکر نمیکنه که ما خور خارونده نمیتونیم زمستون بودی وقت کارات دی نبودی باز هم راه دیشتر ما حال حیات ممینه که ما چند علفی بگه و گسپند خوب بر عوست مشکلاته بس بیجه شو دیشب میبیام و داری کدن تو خواه بودی دلم بام لندن و مسکو نمیشه به پریس و سویسیا کجی جان باید کمی خونی چیگه پویت یار هستی بخیری خیلیات شو کردم ده بشی میگم بیام ادام گل کجی جو برای دم گوتو برات گومو او دگم یک اردان مبان باشه لولو داری لونیه که اگه بشه ما دروغ بگم ایمونه بلا بگو نباری گومو طبخ شده برارم طبخ شده طبخ شده ایبو نمیته وضعیت خرابه یعنی ایت لولو نیرون حالا ما بام کار ما یک گوی بنده میتبخ کل ایران انگم چکار کنم من کامه تمام مردم دی ما گو دارم آنه گیلا کام چه خاله گیری خیلیاتی نلیلا جان نشتنه سنه گیلا جو خیریات بخیری چیگه پویت گیلا جو گیلا کاس درک نداری گو داشته باشه نلیلا کسی درک نداری پاسپورت داشته باشه همین پیار مثلا پاکستان ببرم خرج چاشتی نرم شو نرم بدیم کسی که پای داشت پاسپورت داشته باشه پیار تو ببر پاکستان که خرج شو و چاشتی نرم بدی تو چوب کلالا برات گپ نگیره کجی بچه خاله جو یک زحمت بکش پیش هر کس میرم همه میگم ما چون ما کار داریم چه کار فلانه نمیتونی پیار ما تو با پاکستان ببری نه او گیلا های چه خاله من میتونم پیار تو تو سه گازی تو آدم درخواست میکنی تو چرا میخوادی از سر گیر رفتن نمیتونه تو نگی با پیار تو مریض داری خدا شفای بده ای که به دست ما و تو نیه امرو به سر من سوال به سر شما نه حال ما چه کار کنیم با تو چی خدمت یا پاسپورت داری بیا پیار ندارم کاش که بدیستی میدیشتی که ما میرفتم ندارم من کنم بیشتون من خدا جنجال مال به سر مرختی کار میبرد یک گوی سرگردون تو بیا مدی میگه پاسپورت داری چه کار میکنی کسی کوبر با مدار خوب گاگ میتونی پیار مر ببری نه من میتونم گیلا این کاراسونیه که پیار تو با آدم دست پاداری رو به این کارا تو معمول کو که پیار تو برداره ببره گیلا من از تو پرسان کنم وقتی تو دومات داری بچه کاکا داری چرا پیش از اونا بابا دومات ما چوریه دومات ما اگه پول به دست بدیم پولات دوین هم میره به خود کاکاگ نمیکنه بزنه بچه خو خرج میکنه قایم میکنه یعنی میته به می دلسیایی خوب باشیم فکر کنم دیگه نفر پیدا نخوش شد که پیار تو ببره ما بچه خاله متاسفم گیلا چرا متاسفم دیگه کسی پیدا نلیلا تو نمیتونی بری من پاسپورت ندارم برارم کوچه‌ای هم کاله نمیشه رفته از مرد تیر شدم میگیرم خود چه ما چرا نمیبری پیار خوب بابا ما سادی بی عقلیم عباس انکاس تو کو بچه نادانی میتونه پیار مر بگیره اگه با پا گپ باشه تو عباس خود خوب پروفسور داری بابا پا مریضی پیار تو باشه مهم نداری به دقیق خند امرو به سر من سبب سر شما دی نفر امرو به سر من چه کار کردین کدو دست پاسختر به ما سختونی بگو برارم تو بچه خاله منی باشو بچه خاله صاحب کو کجیجو اگه مسئله به پول ما به همسایه به خدمت بله 15000 پول دهی بده یعنی بیا در خونه برین در خونه که با تو بودم این گپ با ما نزن ما به قصدی از این گپ نیم ما مگر می بر خدا تو بخوریم مالکم خودت میفهمیم جنجال به سر ما رختیه ما میتونیم مشکلاتیم اگه پول چیزی با کار داری خود تو خود نداری ما نمیتونیم با پاکستانی برابر خودی جان خدا به نلیلا ما به تو میگم خوب سکو امرو به سر مانه سبال از به سر شما مردم